عقیده بعضی طرفدارای حکومت رحمانوف باید ما امروز کلا از پیشروی جامعه و از روندی اونی که امروز حکومت امامعلی رحمانوف به گفت اونها تلاش دارد و میسازد تاجیکستان رو صحبت کنیم و گویا که ما در تاجیکستان هیچ نزدیکی نداریم و هیچ خانواده و اولادی و یگان شناسی نداریم و هیچ واقعهایی که در تاجیکستان رخ میدهند ما درک نداریم و هر چیزی که اونها میبینن همون باشد. ولی من مثلا همینجا وقتی اخبارا رو میگشتم کوچکترین نقاطی را که من از مثلا همچون یک شهروند در نظر میگیرم چی است. ببینید وقتی که یک قانون 6 ماه پیش از جانب امامعلی رحمانوف ارائه کرده شد که مثلا لایک ماندن از طریق صفحه‌های مجازی گناه و جرم نباشد در تاجیکستان و این قانون رو بیکار کنید و این قانون بعد از 6 ماه فقط به پارلمان رسید و پارلمان این را محکوم کرد، یعنی باطلش کرد و باید با امضای رحمانوف این عملی بگردد. این از بین چند ماه میگذره، پارلمان هم 1 ماه پیش این کار کرد و تا حال رحمانوف در این باره حرفی نمیزنه، خاموشه و امضایش را نمیگذارد. در صورتی که برای مثلا برق را برای غیر قانونی استفاده بردن برق یا که حساب کنه که برق مثلا یک کار غیر قانونی میکنه در تاجیکستان طبق قانون ها جرم اعلان کردن که هر کسی این کار میکند جریمه کرده میشد و دفعه دوم امکان داره یا سوم زندان کرده شود و این را پارلمان در مدت 1 ماه دید حل کرد و قانون رو قبول کرد و امامعلی رحمانوف در مدت 3 تا 4 روز این را چکار کرد؟ امضایش رو گذاشت. چگونه یک قانونی که به خاطر نفع خانواده امامعلی رحمانوف است او را در کوتاه‌ترین فرصت میبیند، چشمش میخرد و امضایش رو میگذارد، ولی یک قانونی که میتواند باطل کردنش، از بین بردنش، هزارها مادر را خوشحال کند که امروز فرزندش شاید به خاطر یک لایک گذاشتن نتواند تاجیکستان برود یک لایک در داخل زندان امروز عذاب اذیت میکشد، چند سال پشت پنجره رفته است، چرا اینها را در نظر نمیگیرد؟ پس ما چگونه میتوانیم از دلسوزی همین حکومت صحبت کنیم؟ پیشروی را در چی میشود دید؟ ما باید همین نقاط را در نظر بگیریم یا که نگیریم؟ رحمانوف دلسوزیش در کجاست؟ دلسوزی فقط مثلا اینجا ما لایک بگذاریم و با لایک گذاشتن باید مردم زندان نشود. خب پس قانون رو که وقتی میگوید باید در کوتاه‌ترین فرصت این قانون باید عملی بگردد. 6 ماه 7 ماه میگذرد از پیشنهاد یک قانون و بعد از 6-7 ماه اون قانون رو نمیبینند، ولی یک قانون دیگری که برای نفع خانواده رحمانوف این کار را اجرا میکند هیچ سخنی نمیزنه. شما قانونهای پیشرفت ساختمانهای بلند رو نمیبینید؟ آخه این ساختمانهای بلندی که زیاد این مردم تاجیکستان کسانی که حلال خور هستند پولی ندارن از این ساختمانها بخرن چیکارشون میکنید؟ و یک ساختمان رو که به 10 کس فروختید که داماد شما بکسبروف این کارو کرده است، کی اینها را به جوابگری میکشد که به 10 نفر یک خانه رو در تاجیکستان فروختید؟ پیشروی مگر همین است؟ امروز در جهان مردم با چنین کارها تامینند که در ساحه، یعنی تمام ساحه را اگر نظر کنیم، ماشین ها امروز در اوج است. در تمام ساحه امروز میبینیم که حتی ایران هم کشور ما از دوران عین این ماشین میبرد. کشور افغانستان یک ماشین ورزشی ساخت با همین جنگ زده است. ما در تاجیکستان فقط تراکتورهای بلاروسیا و ماشین‌های اتوبوس تراکتورهای بلاروس و اتوبوس‌های ترکی و نمی‌فهم فقط تراکتورهای طرفه جمع می‌کنیم میاریم، تمام موتورشون در تاجیکستان می‌سازیم. کادرها را هیچ وقت نمی‌گذاریم که کادرها خودشون بیان چیکار کنن در تاجیکستان یگان ساحه کار کنن و بسازن و میآیند ما را از تعریف و توصیف و دموکراسی و نظام اسلامی از هر که اولا چیزی را که شما میگویید باید بیایید در اینجا عملی بکنید، در جامعه عملی بکنید تا اینه که مردم خودشون ببیند. اگر همین روز شما قانون منع حجاب از بین بردید، بدونید که همین ملت خودشان اقرار میشوند و قبول میکنند که بله در تاجیکستان حجاب ممنوع نیست و فرزند یک مسلمان میتواند به مسجد برود، میتواند به مدرسه برود، میتواند به دانشگاه و دانشکده برود و هیچ ممانعتی وجود ندارد که یک خانم بیاد لباس اسلامی یا که حجاب پوشد و دانشگاه برود.